به نام خدا، سلام و درود به ورزشکارای عزیز. امروز قراره درباره تنیس خاکی یا تنیس ارضی حرف بزنیم. تنیس یه ورزشه که معمولاً 2 نفره یا 4 نفره انجام میشه. بازیکن‌ها توی یه زمین مستطیلی روبروی هم قرار میگیرن، یه تور وسط زمینه و هر کسی با راکت مخصوص خودش باید توپ رو از روی تور بزنه و بفرسته تو زمین حریف. هر بار که توپ توی زمین حریف بخوره و اون نتونه برگردونه امتیاز میگیری. هر کی زودتر امتیاز کامل بگیره برنده بازیه. جالبه بدونید تنیس یه ورزش قدیمیه که اول فقط اشراف‌زاده‌ها بازی میکردن، ولی الان توی کل دنیا بازی میکنن، حتی توی المپیک هم هست. حالا برسیم به توپ تنیس. همون توپ سبز و زرد بامزه‌ای که تو تلویزیون دیدی. قطر 6 سانتی متره، وزنش هم 57 گرمه. توپ تنیس از بیرون نرمه چون یه لایه نمدی روش داره، اما داخلش از لاستیک خاصی ساخته شده. توپ تنیس رو از 2.5 متری بندازی پایین باید 135 تا 147 سانتی متر برگرده بالا. یعنی نه خیلی کم نه خیلی زیاد، باید جهشش استاندارد باشه. این طراحی باعث میشه توپ هم قابل کنترل باشه، هم حسابی سرعت بگیره. یادتون نره همه قهرمانای بزرگ یه روز از نقطه 0 شروع کردن. فقط باید ادامه بدی. تا یه ورزش دیگه، خدا نگهدار.